سرباز سابق آمریکایی انتونی اگیلر که در یک نقطه تقسیم کردن خوراک در یک گوشه فلسطین خدمت میکرد که با یک سازمان مشهور کمک‌های بشردوستانه در غزه علاقه‌مند بود، یک قصه بسیار غم‌انگیز را نقل کرد. او در صحبتش با سناتور کریس وان خولین از لحظه‌های آخرین زندگی یک پسر بچه که با نام امیر خرد معروف شده است نقل کرد. حادثه روز 28 می همین سال رخ داده است. برای آن پسر بچه یگان قوطی خوراک نمانده بود و ای چیزهای اندکی که به زمین افتاده بودند برداشت و حتی برای همین هم بسیار شکرگزار بود. او به نزدم آمد و دست خود را به سویم دراز کرد. من به او اشاره کردم که نزدیکتر آید. وی دست مرا داشته بوسید و گفت شکران. او صدقاً و ساده بود و گریه میکرد. او 8 کیلومتر را به پای افضال طی کرده بود تا به آنجا رسد. احتمال چند روز چیزی نخورده بود. برای همین من نمیتوانم با آنهایی که میگویند در غزه مردم گرسنه نیستند راضی باشم. من در دست او یک حس دیگر را احساس کردم. گویا تمام درد و الم مردمش را. سپس باز دست مرا بوسید. من به زانو نشستم تا به چشمانش نگاه کنم و به او فهمانم که آدمان بی‌طرف نیستند. من به او گفتم تو تنها نیستی، ما به تو اهمیت میدهیم. او بورچه‌اش را به زمین گذاشت، دو دست خردککش را برای من گذاشت و مرا بوسید. سپس به من نگاه کرده باز گفت شکران. بعد چیزهایش را گرفته برگشت تا به گروه آدمان همراه شود که آخرین آدمانی بودند که باقی مانده های کمک را جمع می‌کردند. او از برآمد رقم 1 گذشت. آن برآمد به سمت شمال می‌براید، به طرف دالان موراک که منطقه جنگی حساب می‌یابد. ارتش اسرائیل به سمت مردم تیر کشید تا آنها را ترس دهد و وادار کند که زود پهن شوند. به پایهایشان تیر زدند، از بالای سرشان تیر پراندند، حتی به طرف جری تیر انداختند. از این حادثه نواری هست و تفتیش شده است. این بار اول بود که من با چنین زورآوری روبرو شدم. من نفهمیدم چی می‌شود. تیر پرانی را شنیدم و به طرف جری دویدم تا ببینم. آنجا جسد فلسطینی ها خوابیده بود و آن پسر بچه نیز یکی از آنها بود.